یه زن و شوهری بودن. خانم هر وقت همسرش میخواسته از خونه بره بیرون یا بره سر کار، بهش میگفته مواظب خودت باش. همسرش هم میگفته چشم و میرفته سر کار. تا اینکه یه روز خانم تصمیم میگیره اتفاقی و سرزده بره محل کار همسرش. میره و از لای در میبینه همسرش با منشی شرکت بگو بخند میکنن و خوشوبش و دلبری. ناراحت میشه و برمیگرده خونه. یه پیامکی ارسال میکنه واسه همسرش، متن شاهکاره. مینویسه عزیز دلم، هر وقت تو پاتو از خونه بیرون میذاری من قبلش بهت میگم مواظب خودت باش. منظور من این نیست که از خیابون که رد میشی مواظب خودت باشی، قطعا بلدی از خیابون رد بشی، تو بچه نیستی. منظور من اینه که مراقب قلب و روحت باشی. اگه یه روز جسمت در معرض خطر قرار بگیره یا ناقص بشه، خدایی نکرده، عزیز بودن تو واسه من کم نمیشه. من مثل قبل دوستت دارم و تا آخر عمرم به پات میمونم. اما اگر خدایی نکرده قلب و روح تو به کسی جز من بدی، دیگه نمیتونی تن و روح منو در اختیار داشته باشی. جفتمون حیف میشیم. پس مواظب خودت باش. خیلی قشنگ بود نه؟ حالا که معنی مواظب خودت باش و فهمیدی، این ویدیو رو بفرست واسه کسی که دوستش داری و بهش بگو مواظب خودت باش. آره.